همین عالم روحانی است، همین ملای بیچاره که ریش او رو میخوایم بتراشیم، بیاد عقد نکاح میبندد و زندگی حلال برای اون کسی که شاید در آینده دشمن ملا شده باشد، برای او زندگی حلال درست میکند. نه از فرهنگ ملت، نه از زبان ملت خط کو از بین رفت، تاریخ کو از بین رفت، نه از عرف و عنعنه های ملت دیگر نشان باقی میمونه. خدمتی که علماء دین در حق این ملت، خصوصا ما ملت خود ما رو در نظر میگیریم، چون این بدنام کنی ملاها در جامعه ما امروز رفت ایستاده است. خدمتی که علماء دین در حق این ملت کردن چیست در طول تاریخ، خب ما میتوانیم وسیعترش هم بگیریم. ببینید همین علماء دین بودن که تا امروز دین و آیین و مذهب این ملت حفظ کردن و چون پاره آتش در کف جان خود به ما رسانیدن. اگر اینها نمی بودن نه نشانه از اسلام میمون، نه نام از قرآن میمون، نه نشانه از مذهب امام اعظم باقی میمون. همین ها بودن، همین علماء دین بودن که دین و آیین و مذهب ما را تا امروز حفظ کردن. از چه حفظ کردن؟ از طوفان‌های تاریخ، از گردبادهای تاریخ. چه طوفان‌های عظیمه در طول تاریخ شما اگر نظر کنید علیه اسلام و دین اسلام و ملت مسلمان وزیده است. از پخادهای صلیبی ها گرفته تا هجوم مغول ها، وحشانیت مغول ها و تا استیلای بلشویک ها. همین علماء دین بودند که با دعوت خود مردم علیه استیلاگران به قیام دعوت کردند و برای حفظ استقلالیت و آزادی و مرز و بوم کشور مبارزه بردند. دور نمیریم در ایام استیلای بلشویک ها که امروز اکثریت دیگه انقلاب اکتبر روش نمیگوید، استیلا میگوید. مطبوعات خانی در دوران هجوم بلشویک ها، استیلای بلشویک های روس و اتئیست و ملحد، همین علمای دین بود، همین علمای روحانی بود که طول زیاده از 10 سال مقاومت کردند، با استیلاگران مبارزه بردند. و باز همین علمای دین بودند که با قلم و زبان خود الفبای نیاگان و زبان ناب فارسی را تا امروز حفظ نمودند و آمدند. زبان ما را همین ها حفظ کردند. شما یک به ادبیات نظر کنید، تمام شهسواران کلام فارسی از رودکی که سردفتر ادبیات کلاسیک است تا صدرالدین عینی که سردفتر ادبیات شوروی هست، همش از قشر علماء دین است، همش از طبقه روحانیت دینی است. از سعدی و از حافظ و از مولانا و از جامی، همه از قشر علماء دین بودند که زبان ما را تا امروز حفظ کردند و رسانیدند. و الا اگر با این سلف اینتلیجنس زمان شوروی یا ضیائیان زبان شوروی می بود که متاسفانه امروز بعضی اونها در جامعه ما هستند، اگر با رفتار اونها می بود در طول 70 سال استیلای بلشویک ها، کمونیست ها، نه از دین و آیین این ملت نام و نشان باقی میمون، نه از فرهنگ ملت، نه از زبان ملت خط کو از بین رفت، تاریخ کو از بین رفت، نه از عرف و عنعنه های ملت دیگر نشان باقی میمون. خدا رحم که شوروی از بین رفت و متلاشی شده. والله اگر 70 سال دیگر ادامه میافت دیگه ملت تاجیک گم میشد، هستی خود از دست میداد. علامه اقبال هویت ملی، هستی ملی را در اولین درجه دین و آیین معرفی میکند. میگوید هستی ملت زی آیین است و بس، باطنی دینی نبی این است و بس. ملت را رفت چون آیین زده است، مثل خاک اجزای او از هم شکست. اگر دین و آیین از بین میرفت این ملت از بین میرفت. چنانه که زبان از بین برود دیگه اون ملت محو نابود میشود. و این چنین فرهنگ ملی را، فرهنگ ملی ما فقط یک ساز و سرود و رقص بازی نیست برادرای عزیز. فرهنگ ملی جنبه های زیادی دارد. سیمای ملت، فرهنگ لباس پوشی، فرهنگ غذاخوری، فرهنگ میهمان نوازی، فرهنگ معامله با دیگران، اینا همش جزئی از فرهنگ تاجیک است، از فرهنگ ملت است.
همین علمای دین بودن که این جنبه های فرهنگ ما رو تا امروز حفظ کردن. اونها بودن که بیچاره ها با ریش و سله و با رعایت حجاب و ستر اسلامی در خاندان سیمای ملت حفظ کردن. تا امروز با ریش و سله و جامه سیمای ملت چون موزه زنده تا امروز نگاه داشتن. اگر با اون صنف انتلیجنس شوروی می بود، با اون ریش تراشیده و با اون لباس های اروپایی، دیگر از این سیمای ملت چیزی باقی نمیمون. حتی پسری پدر الفبای تاجیک اسمش والله جمشید بود که بود زبان تاجیکی رو نمیدون، که پدرش الفبا برای بچه های ما و شما نوشته بود به زبان تاجیکی، بچه زبان مادری رو نمیدانست. زندگی اونها در خانشان 100% زندگی غربی بود، زندگی اروپایی بود. از طرز لباس پوشی در ضمن دختراشان گرفته تا غذاخوری تا معامله با مهمان و با همسایه با فرهنگ اروپایی و با فرهنگ روسی بود. همین علمای دین بودن، همین ملاهای بیچاره بودن که امروز ریشاشان رو میخوایم خشک تراشیم، قاق تراشیم. همینا بودن بیچاره. یکم دین و آیین ما رو حفظ کردن، دوم فرهنگ ملی ما را تا امروز با تمام جنبه هاش اونها نگاه داشتن و ما رساندن. سرانجام همین علمای دین بودن و هستن که تا امروز در طول تاریخ از گهواره تا گور با مردم و در خدمت مردم بودن. شما ببینید زندگی مسلمان تاجیک به ملا نمیشه و تصور کرد، به عالم دین نمیشه و تصور کرد. از لحظه تولد تا روز وفات. ببین طفل نوزاد تولد شد، حتما داملای محله نگاه در گوشش اذان میگوید و براش اسم انتخاب میکند و فاتحه میگیرد میدهد. حتی در نکاح، عقد نکاح، حتی اتئیستای ملحد هم عقد نکاح همین عالم روحانی است، همین ملای بیچاره که ریش او رو میخوایم بتراشیم بیاد عقد نکاح میبندد و زندگی حلال برای اون کسی که شاید در آینده دشمن ملا شده باشد، برای او زندگی حلال درست میکند، فرزندش حلالی، زندگیش حلال میشود. و روزی که میمرد باز همین ملای بیچاره است، با همون ریش سلس میبید جنازه او، بر جنازه او نماز میخواند، او رو میبرد با در خاک میسپارد در سر گورش با دعا و فاتحه، با برای او از خداوند استغفار میکند، دعا و رحمت طلب میکند. همین است. کسی که نسبت به علمای دین به احترام میکند، پیغمبر خدا میگوید او امتی منی. البته مراد از این علمایی که اکرام اونها، احترام اونها بر ذمه ما و شما لازم است، همون عالم است که با علم خود عمل دارد، با قرآن و سنت عمل دارد. اما اونه که عالم خوب است ولی عمل به قرآن و سنت ندارد، به خوانده خود عمل ندارد، او به قول سعدی اصلا که عالم نیست و نمیشود گفت عالم و نمیشود گفت جاهل.